لیکن اگر جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی‌ها را میبینم ان شاء الله باکی نداره، اینا را طعنه نزنی. من از یک چی حیران میشم، همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه، همین لباسای سفید سیاهی را که همین قدر تنگ و کوتاه هستن که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن، همین شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکا را پر نمیکنن، حتی همون شروعشوی مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن. واقعا خدا چشماتون را کور کنه که از این ای بچه ها را نهی کنه. افسوس و صد افسوس امروز مردم به حد احمق شدیان، به حد جاهل شدیان، لباس های دربر میکنن که آخه این با مسلمان زیبنده نیست، این مردم کجا میره؟ بعد میگه که آخه برای چی تری مایکای تنگ میپوشی؟ میگه همه مایکو هم خیلی از خیلی کنم، آخه جوان مرد خیلی که از کرتا پوش شرطی که تمام مایکای نو پگادی را پوشی ایزو نمیکشی از برای خدا. مایکا میپوشه در پیشش اسسر نوشتگی، تم عاشق اسسری، اسسر را میدیدی به حال زورا دیگه این روز ارزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتری زمان سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسسر دیخیل در مسجد اومده و امر معروف کرده میشید، در دوره اسسر آرام و آسوده خوب میکردی، میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابق میکردی، میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم، یا روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا، یه ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگه موده های ای کی گرفتش؟ ایا رفیق من اون چیزا نمیخره با تو گمشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن دو گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفته است. هر مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن، شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود موده شده است کرتاها و مایکاهایی که چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دورای سویتی در انیورسیتت میخوندیم، بعد یک معلم قصه کرد، گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود، در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسیدان ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی بدست در اونجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گست است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمید که در همون لباسات تو چی نوشتگی هست؟ از برای خدا رکلام های امریکا کنه، رکلام های اسسر کنه، رکلام های دولت های نمیدونم کفر دولت های با اسلام بیگانه را کنه، بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالای ای مردم؟ امروز اکثر کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن، به همون خودشو موافق کردستیان مردم ها. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند میده شدستیان و میده شدستیان اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم، در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشان ممته که هم متروی نیویورک خیلی باشه. در اومدیم مترو، بعد در هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گزیت ژورنال مشغول بودن، میگردن وگان با وگان گزیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم، چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایانه باور میکنه این ای جای بندی پودای شیم اینمی جدای قفا همه توا ترسی که هم ترسی پوشیده است از پایان همه توا. او چی لازم است اتری شیمه که نپوشیش دمیان نیست والله اینمی بندی پودای. حاجی میرزا در پهلو ایستاده است، گفتم داملا دیدی؟ گفت ای چی درد داشته باشید برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون قایق جا بلاش کردم.
ولی چی خوف داره؟ خوف اون است که آن همین مادر اخیر در مردم مسلمانی ما تلقین کنن به تاجیکستان بروا. راستی که الحمدلله ولی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم، عیناً آن مادر دیدم. ولی یه روز به شما را میآید ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم اون مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتورا. چه شما با هم تقلید میکنی از برای خدا؟ اگر مادام که شیم کستون خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سفارش کنی میدوزن، از دالچه گبن خوبتر میدوزن. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری، تو میتونی برای سفارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشروگی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال را دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره. اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید، این یگانتش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دالچه گبن